من جزو برنامه نبودم، ولی یک چیز منو وادار کرد که در حد 5 دقیقه وقت شما رو بگیرم. از شما معذرت خواهی میکنم چون برنامه جور دیگه ای بود، اما به خاطر که شما بدونی که من چی میخوام بگم، جمله‌ای که قرار آخر بگم اول میگم. علتش اینه که سالهای سال دنبال جایی میگردم، مسجدی میگردم، علمایی میگردم که حرف من ارزش و لیاقت اونجا رو داشته باشه و متاسفانه در جامعه ما نه مسجدهایمون که فقط زینت شدن به مصالح و نه علمایمون که درباری شدند و متاسفانه نان دین را میخورند، در حالی که صحابه به شکم سنگ میبستند به خاطر دین. متاسفانه بسیاری از علمای ما به خاطر شکمشون و به خاطر دنیایشون به دین سنگ میزنند. من 7 سال شیعه بودم، شیعه شده بودم. این رو میخوام بگم، خوب دقت کنن جوونا، ببخشن دوستان شیعه ما که در جمع حضور دارن. مسجد شیخ فیض خراب شد، خداوند این لطف رو به من عطا کرد که دوباره از گمراهی برگردم. گمراهی را الان خوب فهمیدم. اون کسی که به صحابه پیامبر توهین بکنه کفره، این گمراهی است و من 8 سال گمراه بودم. خداوند من از گمراهی نجات داده و امروز به این علما افتخار کنیم. ای مذهب فروشان، ای دین فروشان، بیاین با این علما دست بیعت و میثاق بدیم. مزدوری اطلاعات رو نکنیم، مزدوری نظام رو نکنیم. پرونده ابو حنیفه رو بریم بخوانیم که در مقابل حکومت چه کار میکرد. حاضر نشد قضاوت رو به عهده بگیره، سالها تو زندان بود و خلیفه یه وقت بهش گفته بود بیا تو بازی قضات من باش. گفت من با حکومت جور همکاری نمی کنم. با خود صدق می کردم. اسرائیل اشخاص مسلمان را هدف می گیرند و کسانی هستند که شخصیت های اسلام را هدف می گیرند. چه فرقی با هم دارد؟ چه فرقی دارند؟ این نوار پس کرده توی اطلاعاته. به اطلاعات هم میگم امشن من برای خودم پرونده 2 تا درست کردم، یکی تو اطلاعات و یکی در نزد خدا هستم و حاضرم خونم را هم در این راه فدا کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.